خیلی خوب. سلام. شده عجیبه، میدونی اومدم میکروفون رو بعد سال باز کردم، ولی خب دلیل مهمی تقریبا داره. میدونم خیلی ها که اینجان احتمالا توی این ویدیو هن فرزاد رو میشناسن. فیک فرزاد یکی از یوتیوبرهای جی تی ای که مطمئنم خیلی هامون دوستش داشتیم. خب خیلی همون که داریم ویدیو رو میبینیم. من به شخصی یکی از مورد علاقه ترین یوتیوبرهای من بودش فرزاد. زمانی که کلاس ششم بودم، 4 سال پیش، فاکینگ 4 سال گذشته از اون موقع و خیلی اتفاقات افتاده. اول همه که فرزاد یه پست گذاشته بودش که اصلا عکسش هم ندارم، اصلا هیچی ندارم، هیچی نمونده. یه پست گذاشته بود و گفته بودش که تا زمانی که ایران درست نشه، حکومت عوض نشه، این کسچرا، من یوتیوب ویدیو نمیذارم. واقعا نمیدونم چرا اینطوری شد، ولی خب شد دیگه. چرا همچین تصمیمی گرفت؟ یه مدت طولانی ویدیو نذاشت تا رسیدیم به این موقع که چند یوتیوبش کلا زد پاکش کرد. خب یه بار پاک شد، خود چند یوتیوبه برش گردوند، این دفعه زد خودش دستی پاکش کرد. بعد که چنلشو دستی پاک کرد، اکانت استیمش هم فروخت. یعنی من با اون که کسی که اکانت خریده بود حرف زدم، طرف گفتش که آقا 400 تومن اکانت فروخت. اما اکانتی که کلی هم رنگ داشت و رنگ سی اس داشت اینجور چیزا، 400 تومن اکانت رو فروخته بود، همینطوری کشک فروخته بود توی دیوار، اون اکانت که داشته بودش. بعد آپاراتش پاک شد. الان دیگه هیچ چیزی نمونده، تقریبا هیچ چیزی. اینستاش مونده که اینستاش هم دایرکت بدی کیرت میکنه، اصلا جواب نمیده، چون که تو ریکوست ها رو میبنده، راحت تموم شد دیگه. به کیرمون گرفت، به کیر، درست گفتم، ما رو به کیرش گرفت. این جمله، این یک جمله درسته. خلاصه همه چی بگاه رفته، یعنی دیگه هیچی از فیک فرزاد نمونده و من فقط یه ویدیو ازش دارم. همون ویدیو رو میخوام آپلود کنم اینجا تا شما لذت ببرید ازش دیگه، و یاد فرزاد رو با اون ویدیو میخوام زنده نگه دارم. به هر حال آدم خوبی بود، ولی نمیدونم چرا همچین کاری کرد، نمیدونم چرا کلن ویدیو نذاشت. خیلی برام سواله، خیلی برام سواله، ولی خب کارش هم نمیشه کرد دیگه. فرزادی دیگه نیستش الان تو یوتیوب حداقل. فرزاد اگه داری ویدیو رو میبینی، بدون ما همه تو رو دوست داشتیم، بدون که هممون دوست داشتیم یه بار تو رو نزدیک ببینیم 100%. یکی از بهترین واکتورو سازهای جی تی ای بودی، ولی لعنت بهت که انقدر الکی مسخره رفتی بدون هیچ خدافزی. ای کاش که خدافزی میکردی و میرفتی، عوض اینکه سرتو بندازی پایین، روتو برگردونی از کسایی که تو رو دوست دارن، بری و دیگه بر نگردی. همین واقعا هیچ حرفی ندارم. همین 4 دقیقه هم دوز زیاد شد. خوشحالم که یه ویدیو ازش موند و میتونم اونو بذارم اینجا. این ویدیو چیز خاصی نداشت دیگه، عملا صفحه دسکتاپ همو دارین میبینین. امیدوارم از ویدیویی که ازش باقی مونده لذت ببرید. خدافظ. آپدیت دوستان، ببخشید صدا تخمی شد، یه لحظه میکروفون رو قطع کردم چون که نمیدونستم قراره چیزی دیگه هم باشه. 4 تا ویدیو ازش داریم، این خیلی بهتره، خیلی خبر بهتریه. خلاص هر 4 تاشون رو سعی میکنم آپلود کنم دیگه، هر وقت نت اوکی بودش میبینیدشون. تقریبا همشون رو هم 300 میگن همین طرفا. آره خلاصه که دمتون گرم. خلاص.